چرا انتظار است امروز ملت تاجیک؟ مثلا اگر همین روز سوجه قبول میکرد که من شهروند تاجیکستانم، این ضربه به امروزه به خطری تاجیکستان بود. از عمل و بی‌عملی مقامات وزارت کارهای داخلی، وزارت کارهای خارجی و خدمات شناسنامه‌دهی شکایت کردگی هستید. مثلا این نتیجهش چی شد وزیر؟ نتیجه خود شما شاهد دیدید که در همه عملهایی که از طرف کارمندان وزارت کارهای خارجی که اشتراک داشتن، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان MVD میگن در نیست دلیل کیا دادن، از کجا موندن. امروز اونا میخوان که تمام شهروندانی که در دولت شوروی در تاجیکستان آنها شهروندی تاجیکستان دارن. این عیب است، یک شرمندگی است که آدم‌ها رفتن با امید دیگر دولت‌ها شهروند شدن، خودن اونا رو شما کشیدن باشه به این طرف میبرید. با کجا جا میکنید؟ وظیفه ما اساساً بود که امروز فهموندن که در سودیبنی سیستمی دولت تاجیکستان یگان پیشروی‌ها هست. الکی نیست قرار سود در هفته دیگر موندن. این دوم بحث است می‌استاد. ما چیزی طلب نداریم. اون چیزی که پیشنهاد کرد وزارت کارهای داخلی، اون چیزی که پیشنهاد کرد وزارت کارهای خارجی که شهروند بودن کرامت شریف بود، همین که برداشته شود، هیچ لازم نیست است. وای نبود شهروند. گردونید که با دولت روسیه اون پیشنهاد میکنیم، ما اونجا سودای زیاد داریم با اونو. لکن در اینجا خرید و فروش پیدا شده است. مثلا وقتی یک اسپیشالیست میبیاد، کادر میبیاد، یوریست میبیاد از یک کارخانه، باید با یک بابا نظر نماییم یا حلاوت بریم. برای من دیدید با چی میخواد که حتی نماینده امروز تیار نیستن، از قانون دورن. بسیار دیگه هستن، شهروندها برآمده رفتن. اون چرا بیاد برای رئیس دولتی گپ زنه؟ در سویت قشلوق میشه این کار. از اونجا میبرن. نیست. تمام حجتایی که ما پیشنهاد نمودیم در اونجا نشه که کرامت شد از سال 2011 برآورده شد. این حجت هست. نایب فیض‌آباد در بودن خود این سپراف که پیشنهاد نمود. دیگر مکتوبایی که بود به نام پرزیدنت، به نام مجلس‌های عالی، به خود سودی رایونی پیشنهاد نمودیم. چرا انتظار است امروز ملت تاجیک؟ مثلا اگر همین روز سوجه قبول میکرد که من شهروند تاجیکستانم، این ضربه به امروزه به خطری تاجیکستان بود. اینجا من دیدم چند اشتباه هم در خود چیا بودن، در همون حجتایی که پیشنهاد میکردن از سوی خدمات شناسنامه‌دهی خطاها جای داشت. من ببینید که وقتی من در حالت طلب نمودن ادوکات من در مسکو زاپروسای روسی میگن پیشنهاد نمایتان فرم یک کرامت شریف در اونجا با ما جواب آمد فرم وجود ندارد، از بین رفتگی از گم شده است. امروز فرم یک پیدا شد. فرم یک در کدام حالت؟ در حالت نسخه ای گرفتن با یک رنگ سیاه خوانده نمیشه. دیوم از طرف کارمندان وزارت داخلی تاجیکستان MVD تاجیکستان پیشنهاد نمودن یکی از سپراف که دادن به کرامت شریف شهروند تاجیکستان است. ببینید بچه‌ها هم خوانده نمیشه. خودی که همون رنگ از بین رفته ایستاده است. این است امروز یک تازگی، یک درستی، یک پیشروی کار در خود انسانیت. اون هم نیست. اون چیزی که ما پیشنهاد نمودیم گفتیم از چارچوب قانون اگر بیرون نبرن سودیا باید یک طرف فعال کنند. کرامت شریف شهروندی نداره. من نه شهروندی دارم، نه اویله من دارم، نه نبیره من دارم، نه کودک من دارم. این هست است. چرا سالهای طولانی من بدم؟ چرا اونها آوردن؟ سال 2011 حکومت تاجیکستان را پیش کرد. یا رویتون ما دولت شما این 30 میلی دو کردید بیاد به نزد ملت آمدیم یاردم کردیم گذاشتیم با گیس راغون رفتیم. امروز چی لازم بود؟ آوردن کرامت شریف با هواپیمان روسیه در خود کلاه پرتافتن. مگر این قرب دولت رو پس نمیکنه؟ مگر این از روی بی‌حرمتی بی‌انصافی امروزه کارمندان وزارت کارهای داخلی نیست؟ کی است کوش به این کارا؟ بسیاری کیون کوش هستند؟ نماینده MVD عبدالله شمسلو خود در من خطا نمیکنم بلند میزنم با صحبت کردم و حتی با زبانی مادری نوشتن و خواندن نمیتوند در رتبه پالکونیک است در وظیفه گنرال پرتافتم. من صحبت داشتم با رمضان رحیموف صحبت کوتاه بود و باید از دو کلمه من میفهمید و من خوب میدونید چرا کرد این کارو. این نیست سیستم. من دیدم فکر کردم که یک بازی سیاسی است. معلوم شد که نبوده است. این فروش و خرید تاجیک بوده است. یک چیز دیگر همینجا من دیدم از آخران همون یک عریضه‌ای که شما دادگی هستید که مثلا به اوهی
و همون شعبه با کارگیری و شناسنامه‌ای در اونجا گفته شما که شما میگم پرسشایی که درباره شما گذراندگی هستن شما اصلا شهروندی یگان کشور نداره در امروز ده ولی باز میگن که شما شهروندی تاجیکستان از تاجیکستان میبرید این چی معنی داره؟ اینا باز که در حالتی سبب نمودن که شهروندی دیگر دولت رو ندارم امروز شهروندی تاجیکستان من حساب میگیرم چون که زاده تاجیکستان هم نوکی موافق کنستوی تاجیکستان هر یک پونت گیرم من اگر پونت 21 هم 23 هم گیرم از کنستوی زکوین تاجیکستان اگر خود استاتی 15 کنستوی سر گیرت سال 2015 را граждане Таджикистана считаются те, которые на день принятия Конституции, они были гражданами. А я же когда стал гражданином? Я же гражданином Таджикистана никогда не был, по идее. Я был гражданином Таджикской Советской Социалистической Республики. حاضر شما چی میخواید با این همون از عمل و بیعملی مفهومات که انتظار میشویم لیکن در هر کدام حالتی باشد چی برده نشود من دولت رو میگیرم هم که باخت یا که برد میگیم ما برای من فرقیت هم نداره چون که در حالتی گفتن که من شهروند تاجیکستانم تاجیکستان از خود استقلالیت خود باید داد چون که با یک چی گفت یک ضربه‌ای بیرونه ترساندن از روسیه تاجیکستان گفت اینو امضا کن اینا ما دیگر دولت سوئیس رو گفته نمی‌شویم که دیگران می‌بینن میلیون‌ها تاجیک‌ها صدها هزار تاجیک می‌بینن که این چی بدبختی است که به سر این ملت اومد اونها هم رفتن دفتر گفتن کتاب گفتن فرزند خوندن در روسیه حقوق اونها را میگیرن می‌بیارن کنی محافظت مثلا پوتین محافظت میکند به دنباس از بودن روس اما بودن تاجیک به خاک یکسان میکنه و باوری کامل دارم که سوریه اگر حل این مسئله را بینه در حالی که نیست اون چیزی از چارچوبه قانون بیرون نبراید این بایگری همین ما است این هم تاجیکستان است هم دولتی بودگی امروزه که سامانیا گام میزنیم و عموما بزرگی امروزه مهاجران میشه سلام علیکم